در اثر چی مرد؟ در اثر گلوله من. یا خدا، چی نگران نباش، انشالله بهترش گیرت میاد. الان ممنونت میشم دوست دخترمو ول کنی بیاد. از الان به بعد دوست دختر منه. نگاه کن، اون تقصیری نداره، مقصر منم. شبی نیست که با پشیمونی نخوابم. حاضرم هر کاری کنم پول الماسات برگردونم. ارواح خاک مردحات قسمت میدم به زیدم کار نداشته باش. احمق، من برا دکتر اینجا، نه برا الماسا. جون تو و الماسا هیچ ارزشی برا من نداره. التماست میکنم جون منو بگیر، ولی زیدمو ول کن. آخه من چطور میتونم این نوخامه ی ول کنم؟ امشب قرار ازدواج کنه. جاسم، تو کیفت بشم نون باگتم میشی عزیزم؟ بابا دست به ناموس من میزنی؟ ناموستو پرپر میکنم. این دیگه چه کوفتیه؟ وای خدای من. لاشه، دست به ناموس من میزنی؟ علا همه هلیکوپتر رو از پهنا میکنم تو چونه. جلوشو بگیرین، بهش تیراندازی کنین. اطاعت میشه. بلند شو، باید سوار هلیکوپتر بشی. همین؟ تمام توانتون همینه؟ لعنتی بمیر دیگه. الان نوبت من.